حکم تبریک گفتن سال نو میلادی. جایز نیست که در جشن دروغین میلادی عیسی مسیح به مسیحیان و غیر مسیحیان تبریک گوییم، حتی اگر آنها ایدهای مسلمانان را تبریک بگویند، زیرا حکمهای الله حکمهای متبادل نیستند. مثلا اگر شخص بت پرست با تو به مسجد بیاید، نباید تو هم در مقابل با او به بتخانه بروی. روز و تاریخ میلاد پیغمبر عیسی علیه السلام معین نیست. حتی مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک در این مسئله اختلاف شدید دارند. آنها از حفظ کتابشان عاجز ماندند، پس چی طور می توانند تاریخ میلاد صاحب کتابشان را حفظ کنند؟ بنابر اجماع تمام امامان چهارگانه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد، الله آنها را رحمت کند، حرام است که شخص مسلمان در جشنهای دینی مشرکان شریک باشد. الله تعالی در سوره فرقان آیت 72 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. و یکی از بندگان الله آنانند که گواهی دروغ نمی دهند و چون بر بیهوده بگذرند بر روش بزرگان بگذرند. منظور از کلمه زور در این آیت جشنهای مشرکان است گفتند. صحابه کرام شریک شدند در جشنهای مشرکان و تبریک گفتن به این مناسبت را حرام می دانند. عمر ابن خطاب الله تعالی از او راضی باد می فرماید: از مشرکان در روز عیدها و جشنهایشان دوری کنید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.